سلام بچه ها، به ولاگ سفر به ایالت تنسی خیلی خوش اومدین. اول از همه ایالت تنسی رو توی نقشه بهتون نشون بدم. ما توی فلوریدا زندگی میکنیم که الان دارین میبینینش. از فلوریدا با ماشین شخصی خودمون رفتیم به ایالت جورجیا، چون بین فلوریدا و تنسی این ایالت هستش. از اونجا رد شدیم و رسیدیم به تنسی. مجموعاً این مسیر 8-9 ساعت طول کشید. فقط ابرای زیبای آسمون رو نگاه کنین. من عاشق آسمون آمریکام، واقعا قشنگه. بچه اول اومدیم صبحانه، یه حالت درایو ثرو هست که اینجا میتونی از بین چیزایی که دارن انتخاب کنی. نشونتون بدم که قیمت هم ببینی. صبحانه‌اش ایناست، مثلا بریکفاستش در حد $7 $8. Good morning, Alicia. I'd like a taquito with cheese meal. Make it the sausage. بعدش دوباره راهی شدیم و دیگه کم کم داشت پاییز خودشون نشون میداد. بچه رسیدیم به اولین لوکیشنمون توی راه در واقع هتلمون یا ایر بی ام وی. اینجا اسمش روبیز فال هستش، یه آبشاره در واقع و خیلی هوا خوبه. نمیدونم متوجه میشین یا نه، ولی خیلی حالت پاییزی طوره. پشت سرم ویو خیلی باحاله، بالایم خیلی، و داریم میریم به روبیز فال. حالا دوربینا میچرخونم نشونتون میدم. بچه اینجا این نقشه طوره که چه جاهایی داره برای دیدن. بچه اینجا داخل غار هستش، خیلی سقفش کوتاه، دست منم بهش میخوره. برای یکی مثل من که کلاستروفوبیکه یکم سخته. در کل باحاله. اولین کسایی که اومدن داخل این غار در واقع با دینامیت مسیر رو برای خودشون باز میکردن. اینجا سوراخ‌های دینامیت هستش و بعد این تو ببینید چقدر تنگه، این تو بعد میخزیدن و مدت زمان زیادی، حدود 17 ساعت اومدن تا رسیدن به آبشار و فکر کنم اون موقع نمیدونستن که چه چیزی جلوشون خواهد بود. هین غارپیمایی یه عالمه اشکال مختلف دیدیم که طی هزاران سال درست شدن. مثلا اینو ببینین، شبیه یک شمع آب شده بودش. بچه این باسن یه خره. اینجا استیک و سیب زمینی. این از بالا اومده، این از پایین اینجا به هم چسبیدن. What is it called? Stalactite, stalagmite. Oh, It interesting. forms a column. بچه یه ماهیه. ماهی. Like mahi. Yeah, mahi means fish in my language. این قسمت شبیه بیکن بود دقیقاً. این یکی هم چیپس بود. یه گروه دیگه داره رد میشه با بدبختی. Not tight at all. و بالاخره رسیدیم به آبشار. توی مسیر برگشتمون هم باز کلی تیکه های جالب دیدیم. همونطور که گفتم اینجا اون مکانی بود که اون کاشفای اولیه در واقع بعد میخزیدن و خیلی تجربه قشنگی بود. به نظرم آبشارش هم وسط اون غار یهو میرسیدی به اون آبشار بلند، خیلی سورپرایز کننده و بی‌نظیر بود. از غار که اومدیم بالا، طبقه بالاش این شکلی بود که در واقع میتونستی بری به اون برجی که دارم الان نشونتون میدم و یک لوک اوت کلی به نمای کلی شهر داشته باشی که من اینجا داشتم نفس میزدم از بس که راه رفته بودم و از پله ها رفتیم بالا. ولی خب بازم تکرار میکنم بی‌نظیر بود ویو. بچه ها این همون لوک اوتی که بهتون گفتم، هوا بی‌نظیره، یه چیز وحشتناک خوب و خیلی کیف میده. جاتون خالی. لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت بذارین، بریم ادامه ولاگ.
از دیدن رنگین کمون ذوق‌مرگ شدم. بچه ها طبق معمول همه جاهایی که میریم یه حالت گیفت شاپ یا همون سوغاتی فروشی اینجا داره که میتونین ببینین. حالا نشونتون میدم. چقدر کیوتن. مثلا لیوانا روش نوشته روبی فالز. میبینی جایی که الان هستیم. خیلی حال و هوای کریسمس دور هم داره اینجا الان. باحاله. Where's the entrance? We don't go until 3:30, so you got 10 minutes. بچه اینجا رو ببینین. نباتای رنگی تنگی همه رنگی داره. این رنگ نارنجیشه ولی همه رنگی داره. مثلا آبی داره، سبز داره، بنفش داره. نبات رنگی دیده بودین به این شکل؟ شات هم به نظرم کسی که مثلا از اول شروع کرده باشه شات جمع کرده باشه برای یادگاری چیز خوبیه. ولی من از اول این کار نکردم دیگه. الان یکم It's too late. یکم دیره. هم شرت اینجا دارم براش مدل‌های مختلف. من یه کاپشن باید بخرم بچه ها. لباس زمستونی کم آوردم با خودم. بچه این جا کلیدی های آبشار همونطور که میبینین. خیلی خوشم میاد که هر جا میری یه عالمه سوغاتی فروشی براش هست. اینو ببین بچه من اینا رو احساس میکنم یه جایی تو خونه خودمون دیدم برای زعفرون مثلا. اینجا هم داره. بچه اینا چقدر خوشگلن، خوش رنگه. نمیدونم واقعیه یا نه. اینجا هم داره روبی فا. چی نوشته روش؟ کاشکیشو بتونم بخونم ببینم چی نوشته. مثلا اینو واقعا نمیدونم واقعیه یا نه. بچه این سنگای رنگ و رنگ رو ببینین. سنگای اینجان. بعد دیدین تو قشم شن میفروشن. اینا اینجا سنگ میفروشن. یه عالمه هم هستن. ببین اینا ها. See what baby? You see those rocks? Yeah. If you cut them open, they look like this. بچه این سنگ رو ببینین. اگه بازش کنین مثلا شما فکر کن اینو اگه توشو باز بکنی تبدیل میشه به این. به اینا. بعد بچه با همون سنگا ببینین چیا ساختن. نگاه کن. بوسه سگ. چرا قشنگن. بچه اینجا هم گردنبند از همون سنگا گردنبند ساختن. قیمت گردنبنداش $8 $9. از هم یونیک و قشنگه ولی خب مثلا من همچین چیزی رو هیچ وقت خودم دوست ندارم بندازم. نمیدونم نظر شما چیه؟ در کامنت ها بگین دوست دارین همچین گردنبندی داشته باشین. بچه اینو ببین. از این اسمشو فارسی شدم نمیاد به اینا چی میگن. انگلیسی what is it? How this called it? Slingshot. Slingshot. Oh, that's hilarious. Okay. بچه این سنگا رو ببینین. سن روی نوشته صلح. اگه زوم بشه گوشیم. آها. صلح. اسمایل. اینا سنگای واقعی هنا. شانس. سلامتی. خیلی باحاله ها. بچه ها داریم میریم به سمت هتلمون. گفتم اینجا نشونتون بدم. این رنگین کمونه همچنان ادامه داره. مثلا انگار فیکه. ببین خیلی بانمکه. خیلی قشنگه. بعد نصف دیگهش زیر ابراست ولی این نصفش اینجاست. من عاشق رنگین کمونم. یعنی واقعا خیلی برام جالبه. های بچه ها یک کامل میتونی ببینی. نگاه کن. ای خدا. بچه ها رسیدیم هتل.
بریم داخل نشونتون بدم. خب بچه طبق معمول هتل رو نشونتون بدم. سرویس. اوپس در رو بلین بستن. تاق. Okay. Baby, come in. Do you need me to open the door? Close the door on you. خب بچه ما از هتل اومدیم بیرون که بریم غذا پیدا کنیم. خیلی قشنگ نیست، بارون اومده، بعد زمین نگاه کن شبیه نقاشی ها شده قشنگ، انگار که نور داره میزنه به همه سطح آسفالت. خیلی خوشگل شده. It looks like a painting, right? Because of the lights. Oh yeah. بچه اینجا نگاه کن. هنوز this is for Halloween, right? Probably. هنوز هالووینیه. دنبال یه رستوران داریم میگردیم برای غذا. بچه این یه جنبشی بوده برای حق رأی زنان و مجسمه‌اش رو اینجا ساختن، همونطور که میبینین در ایالت تنسی. اسم این رستوران امیلیا بود که من راستش رو بخواین دوستش نداشتم و پیشنهادش نمی‌کنم. فردا صبحش خواستیم بریم شهر ناکسویل رو بگردیم که من دیدم دارن درخت کریسمس رو نصب میکنن که خیلی برام جالب بود. حالا ندیده بودم چه ماشینای بزرگی برای این کار نیازه. قبل از اینکه بخوایم شهر رو بگردیم اومدیم به عینک فروشی، چون من شب قبلش روی عینکم نشستم و متاسفانه دستش رو شکوندم. عینک اضافه هم نداشتم. این وضعیت عینکمه که دسته دومش هم تو ماشین شکست. متاسفانه عینک پیدا نکردیم، همین دسته ها رو چسب دادیم و ادامه سفر رو با اون عینک شکسته سر کردیم. بچه عینک که نگرفتیم، حداقل کافی بخوریم. بعدش رسیدیم به انشنت ویلج یا روستای باستانی در شهر ناکسویل. بچه یه هوایی اصلا نگم براتون، زندگی توی فلوریدا باعث شده که من خیلی هوای سرد و نچشم طعمشو. و ببینید چقدر اینجا قشنگه. نمیدونم منو یاد چی میندازه ولی خیلی برام آشناست اینجا. حس آشنا بودم بهم دست میده. چقدر خوشگله. او مای گاد، خیلی جای قشنگیه. قبول دارین؟ دوستش دارم. بچه اینجا یه سری در واقع محل اقامته که اجاره موندن توی هر کدوم از اینا $1700 شبی. ولی خب قشنگه دیگه. اقامت توی این خونه ها 350 تا $400 بود و اینکه ما اومده بودیم بریم رستوران. اون بالاش یه رستوران داره که نفری $35 که به نظرم خیلی قیمت مناسب بود. حالا میبرم بالا و نشونتون میدم با غذایی که سرو شد. بچه داریم میریم داخل اون رستوران برای غذا. ببینید چقدر فضای اینجا قشنگه، بی‌نظیره. لانگر وانزر. بچه اینجا جاییه که برای نهار میخوایم بریم. اینجا حالت رجیستریشن یا ثبت نام داره. نمیدونم نهارش بکنم این تو باشه. Do you think we're gonna eat here? I think so. Okay. With the view of a waterfall? I guess. Everything's covered in plastic. It might not be easy to see the waterfall. بچه اینجا چیزای بانمکی اینجا داره. Baby. این سنگه ها بچه. $39 for a stone. It's kind of cool. بچه اینا سنگن ولی شکل جغد درستشون کردن. قیمتشون به نظرم $50. شاید کار دست دیگه، نقاشیه. چی بگم والا. جوراباشون. آخه اینو ببین، این چنده؟ $16.99. خیلی خوشگله. بقیه
فکر کنم کارهای دستی دارن اینجا. اوه یی. We should buy this. کارت پستال بچه پیدا کردم. Dad, what is this? It's just a turtle. $15. No, I know, but what is it made of? Yeah. We have lunch at 12:30. Is that here? Yeah. What is this? For smoking? What's that? What is this? I have no idea. Oh, for you to put your wedding rings at night. Really? Oh. این برای کنار تخت بود که حلقه ازدواجتون رو قبل از خواب بذارین داخلش و من فکر میکردم جا سیگاریه. Yeah, we ended up parking way up there and walking through the village to get here. Oh, fun. Is there a reservation thing or something? بچه جا نمکی. البته این پپره، این سالته، این نمک. خب اینم از فضای رستوران. بچه با سالاد شروع میکنیم تا ببینیم بقیه غذامون چیه. بچه این غذای اصلیشه، فکر میکنم مرغ با پوره سیب زمینی و مارچوبه. نه مارچوبه نه، ببخشید، لوبیا سبز، گرین بینز. بچه اینم دسرشه که چیز کیکه. ببینیم چطوره. بچه ما الان اینجاییم برای غذا. جلوتر بهتون اینجا رو نشون دادم و اینجا. اینم از انشنت ویلج. اگه اینجا رو دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنین و بریم به مکان بعدیمون توی شهر ناکسویل در ایالت تنسی. خب بچه اسم اینجا سانسفیر هستش که وقتی میری اون بالا طبق گفته ها یک ویو 360 درجه از شهر میتونی داشته باشی. بریم با هم دیگه چکش کنیم ببینیم چه جوری هست. این اولش هم که وارد میشدی یا آسانسور داشت که میرفتی بالا و میرسیدی به سوغاتی فروشی. بعد از اون دوباره یه آسانسور دیگه داشت که میرفتیم بالا. بچه اینو ببینیم، دقیقا شبیه همونی که الان دیدین. آخه این چه قشنگه. Show her the color-coded leaves. That's what I would have done. با نمکه. شهر بچه فقط فکر کنم همین یه ساختمون رو داره که خیلی خاصه. اسمش سانسفیر هست. تو لاس وگاس تونه بردمتون. لاس وگاس سفیر. سفیر یعنی کره، کلن کره‌ای که سرشه. حالا ویو رو ببینید. اینجا تقریبا کل شهر زیر پاتونه. به این شکل. اینجا قشنگه. اینجا یادم رفت بگم که بلیت اینجا هم نفری $10 بود فقط. بعدش رفتیم یکم با بلین قدم زدیم. هوا خیلی خیلی خوب بود، جاتون خالی، واقعا پیاده رویش خیلی کیف داد. اینجا هم یه رودخونه بود وسط شهر که به نظرم نمای جالبی به شهر داده بود. بعد از پیاده روی رفتیم هتل استراحت کردیم و رفتیم یک شام خیلی خیلی خوشمزه خوردیم تو این رستوران که پیشنهاد میکنم اگر به این شهر رفتین این رستوران رو از دست ندین اصلا. بچه غذا اینو میخوایم سفارش بدیم، اسپایسیه رو با سمن. شنیدیم خیلی خوبه. بچه یه رستورانی اومدیم که خیلی معروفه و خیلی هم شلوغه. غذا همونه و من دوربین رو بچرخونم ببینید چه خبره. و ما طبقه بالا، این طبقه پایین هم داره. بچه برای دسر دیگه جا نداشتیم ولی به زور میخوایم اینو بخوریم. زورکیه. کمان. اسم این رستوران The Kennedy هستش. حتما باید از قبل رزرو بکنین. قیمتاش هم خیلی بالا نبود ولی خب پایین هم نبود. میتونین منو رو هم به صورت آنلاین چک بکنین ولی خیلی خوشمزه بود.
شب دوم رو هم روی روفتاپ هتلمون به پایان رسوندیم. انقدر غذا خورده بودیم که باید یکم قدم میزدیم. روفتاپ قشنگی هم داشت، ویوش هم جالب بود، ولی دیگه خیلی خسته بودیم. پس رفتیم خوابیدیم و آماده برای روز سوم سفر که توی ولاگ بعدی با خودم میبرمتون به شهر گتلینبرگ که معروفه به شهر خرس‌ها. لایک و کامنت یادتون نره و تو ولاگ بعدی میبینمتون.